با رسیدن فصل بهار تشویش‌های تاشمراد مرادوف دوباره زیاد شد. مرادوف در قطار صدها دهقان تاجیک این شب و روز در تردد کشتی زمین است. این دهقان تجربه‌دار میگوید مشکل اصلی او و دیگر همتایانش حالا نبود مبلغ ضروری برای انجام کارهای بهاری است. استحصال کنندگان مواد نیازی اولیه مردم در تاجیکستان میگویند با تجدید خواجگاه دهقانی آنها را به حال خود گذاشتند و در لحظه‌های مشکل کسی هم به دادشان نمیرسد. تاشمراد مرادوف 60 سال داشته از این 42 سالش را صرف دهقانی کرده است. او در ناحیه مسجح ولایت سوخت 15 هکتار زمین داشته به کشت پخته و چهارمغز زمینی مشغول است. تاشمراد مرادوف میگوید در این شب و روز اکثر دهقانان برای کشت شدیداً به مبلغ نیاز دارند ولی از جای کمک نمیگیرند. به قبل این همصحبت رادیوی آزادی در شرایط امروز برای کشت هر هکتار زمین حدود 1.5 هزار سامانی مبلغ ضرور است که نه همه دهقانان آن را در اختیار دارند. تاشمراد مرادوف میگوید خراجات دهقان با این ختم نمی شود و برای پرورش هر هکتار زراعت به مثل پخته دوام سال باز نه کم از 3000 سامانی دیگر مبلغ صرف میکنند. اما این دهقان تاجیک میگوید با این خراجات اگر حاصل خوب شود فایده میگیرند، در عکس حال کارشان با ضرر انجام مییابد. مرادوف میگوید اکثر همتایان اون مبلغ برای خراجات زمین را از حساب فروش چاره‌های خانگی و یا فروش حاصل سال گذشته به دست میارند. در حالت نبودن این امکانیت دهقانان روی نیاز به در بانک ها میارند، ولی اینجا مشکل اصلی دیگر شروع می شود. مسئولین بانک های تاجیکستان میگویند به یگان مشکل آمدن با کشاورزان قرض بدهند، اما دهقانان میگویند فایز قرض بانک ها برای کشاورزان خیلی بلند است. فایز قرض های بانکی برای کشاورزان حالا در کشور از 26 تا 40% و از آن هم بیشتر می باشد. مسئولین وزارت کشاورزی تصدیق میکنند که دستشان برای کمک دهقانان کوتاهی میکند و دهقانان باید خودشان مشکلشان را حل کنند. مسئولین وزارت کشاورزی میگویند بودجه کشور قدرت کمک به کشاورزان را ندارد. کارشناسان میگویند به توجه دولت به ساحه کشاورزی میتوانند به اقتصاد کشور با ضررهای گران بیانجامد.